بسم الله الرحمن الرحیم. الهی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرا ان تکون لی ربا. خدایا برای عزت من همین بس که من بنده تو هستم و برای فقر من همین بس که تو خدای منی. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام مردم، هم نفس یاد خدا الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین. خیلی ممنونم که بازم تشریف آوردین به حرم مطهر امامزاده موسی مبرق عزیز علیه السلام در 40 اختران شهر مقدس قم، که اینجا شما 42 امامزاده واجب التعظیم رو زیارت میکنید یک جا. حالا الان از طریق قاب برنامه یاد خداست، انشاءالله که حضور جسمانی و روحانی تو امان اینجا داشته باشین. ما فعلا نایب الزیارتون هستیم تا شما تشریف بیارین. در بین این 42 ستاره فروزان خود امامزاده موسی مبرق فرزند بلافصل حضرت امام محمد تقی جوادالائمه علیه السلام هستند و انشاءالله که شما پاتون باز بشه به این مکان مقدس که خیلی ها میان دست خالی ولی دست پر برمیگردن. انشاءالله شما هم جزوشون باشین. بریم و برگردیم. من سلام میگم با آقای موسوی مطلق که قدم به چشم من گذاشتن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. خوش آمدید. الله خوش باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و عوامل برنامه، بینندگان عزیز و ارجمند برنامه یاد خدا. همچنان که اشاره فرمودید در این حرم مطهر و نورانی فرزند بلافصل حضرت جوادالائمه حضرت موسی مبرقه و سایر امامزادگانی که 40 اختران هست در کنار مسجد شریف این بزرگواران هستند، حتما قم مشرف شدید. بعد از تشرف به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها و مسجد مقدس جمکران انشالله زیارت این امامزاده واجب التعظیم و لازم التعظیم هم بیایید انشالله. مخلصیم، خدمت از ماست. خیلی از دیگر کشورها هم اینجا زائر داره و سادات تقوی و نقوی و برقعی و هر جای دنیا هست از مسلمان ها شیعیان میان و زائر هستن و انشالله که زیارتشون قسمت بیننده هامون هم بشه. خب چه خبر؟ الحمدلله همه چی خوبه؟ اون را که خبر شد خبرش باز نیامد. آره والله خبر آمد، خبری در راه از سرخوشان دل که از آن آگاه است. شاید این جمعه بیاید، شاید الهی که زودتر بیان ندم و چشمم بگذره. به برکت گوش دادن فرمایشات شما و مثل شما و بعد عمل کردن به اونها که به نظرم اگر در این مسیری که از اهل بیت یاد میگیریم درست حرکت بکنیم بهترین مسیر برای زمین سازی ظهورشون باشه. ما اگر عفیف باشیم در قلب، اگر عفیف باشیم در فکر و بعد از اونها به تبعش در گفتار و رفتار، ان شاءالله زمین ظهورشون انشاءالله. بسم الله. خب بحث ما رسید به مراتب عفت و عفیف بودن و در جلسه قبل عفت در قلب و مغز رو و فکر رو بیان کردیم به نحو اشاره. خب وقتی کسی فکرش درست بود، قلبش درست بود، حتما در گفتار هم بروز پیدا میکنه. حالا عرضم شد که ممکنه بعضی عفت در گفتار داشته باشن اما منافق چون معتقد نیست، یا خودشو داره گول میزنه یا برای سرکیسه کردن مردم یا برای اعتبار اجتماعی خودش هست. اینا خیلی ارزش نداره و ما رو به کمال نمیرسونه. ما میگیم حالا که قرار عفیف باشیم ریشه ای عفیف باشیم و حالا قرار عفت در کلام داشته باشیم، برای خدا این عفت در کلام داشته باشیم. اون کسی که اینجوری نیست به نظرتون، اون کسی که در کلام یا رفتارش ارزان شما عفت نداره، عفیفانه حرف نمیزنه، بعد فرمودید ممکنه توی فکرش عفیف بوده، احساس میکنم اونم فکرش جورایی لنگ میزده دیگه. یعنی برای فکرش خالصانه و برای خدا و در جهت قرب الله نبوده، برای خودش و منافعش همونش که فرمودین بوده. پس قاعدتا اون در فکرش هم عفیفانه نبوده. اون کسی که در فکر و قلبش خالص و خلص عفت داشته باشه قطعا در کلام و رفتارش اون که قطعی است، اصلا انگار غیر ارادی میشه، اصلا دیگه میشه میگه خود به خود. مثل این که ما چشم رو باز میکنیم میبینیم. قاعدش اینه. احسن. آره.
دیده. حالا اون دیده با عبرت مال کسی است که فکرش درست باشه. عفت هم همینطوری است دیگه. اونی که حقیقتا برای خدا که ادب در محضر پروردگارم این است که همه کارهای ما قربتاً الی الله باشد. این قربتاً الی الله که راز تمام اعمال عبادی ما هست. درست. در تمام اعمال در رساله‌های عملیه حضرات مراجع معظم تقلید نوشتن چی قصد قربت. قصد قربت. این قصد قربت یه عرض عریضی داره. بالاترین مرتبهش همینه که شما دیگه به هیچ چیز جز خدا فکر نکنید. آقای مرحوم میر اسماعیل دولابی میگفت که یک آقای آمد پیش ما گفت آقا مگه حدیث نداریم هر کس 40 روز خودش رو برای خدا خالص بکنه آثاری داره؟ من جمله از اون آثار این است که خدا چشمه‌های حکمت رو از قلبش به لسانش جاری میکنه. من اخلص لله 40 صباحا فجر الله ینابی الحکمه من قلبه الی لسان. گفتم بله حدیث هست و درست. گفت من 40 روز برای خدا خالص کردم ولی این اتفاق نمیفته. برای خدا نبوده، برای همین که اتفاق بیفته این کارو کرد. تو برای اینکه چشمه‌های حکمت از قلب به لسان، یعنی ببین 1000 نکته باریک‌تر از اینجاست. اصلا مسیر عبودیت و بندگی یه مسیر دیگری است. ولی اصل کلام و جان کلام همین که اشاره کردید، اونی که واقعا قربتاً الی الله خالص فکرش رو زحمت میکشه درست، قلبش رو به همین کیفیت در کلام میاد بیرون. خب ما در محاوره خیلی شنیدیم میگیم فلانی عفت کلام داره. آره. فلانی عفت کلام نداره. ولی معمولا متبادر به ذهن چی میشه؟ متبادر به ذهن این میشه که فلانی حرف زشت نمیزنه. آره. فوش نمیزنه. بد دهنه. بد دهن هست یا بد دهن نیست. اگه بد دهن میگن عفت کلام نداره. نه. نیست خب میگن بله عفت کلام. این یکی از مراتبش هست. لذا در قرآن چند نوع سخن گفتن آمده. اشاره کنم قول معروف، قول معروف، قول حسن، قول لین، قول بلیغ، قول سدید، قول کریم. این که آدم بدون هر جای چطور باید سخن بگه. یه وقت شما اگر در مقابل دشمن قول لین داشته باشی اصلا عفت در کلام نداری. اتفاقا اونجا اشداء علی الکفار، در رفتار، در گفتار، در همه چی رحما بینهم. یعنی کسی که نمیدونه کجا باید چگونه حرف بزند یه عفت در کلام نداره. نتونسته چارچوب برای کلامش به وجود بیاره. اما کسی که چارچوب داره، میدونه در مقابل والدین، در مقابل مردم، در مقابل مباحثه، دشمن معاند، دشمن غیر معاند. ببینید ما در زیاراتون مگه نمیخونیم گاهی میگیم حرب لمن حاربک، عدو لمن عاداک. فرق گذاشته بین حرب و عدو. هر عدوی حرب نمیکنه، ولی کسی که حرب میکنه حتما دشمنه که داره میاد به جنگ. خب این وقت دشمن فقط داره دشمنی میکنه. اون یه چیز میگه بیانی میده، ما بیانی میده. اون حرف میزنه، تهدید میکنیم، ما هم تهدید میکنیم. اما اگر دست به سلاح بردی بزنی میخوری. او حربه، یعنی فرق گذاشته بینش. این که انسان باید فرق گذاری داشت کدوم دشمن رو چگونی بخواد. دشمن و بروز دشمنی. بروز دشمنی با هر کدوم یه ادبیات داره. آره. با هر کدوم یک ادبیاتی هست. امام وقتی با آمریکا میخواد حرف بزنه میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه. خب ما مگه به جز آمریکا دشمن هم نداریم؟ داریم، اما ادبیات چیز دیگری است. مقام معظم رهبری وقتی قراره با اسرائیل حرف بزنه میگه سگ هار منطقه. آره، تعبیر به سگ. ما بقیه دشمنا چجوری؟ نه، تازه با اونا با یه قول لینی میگه شماها رو اسب بازنده شرط بستید. شما دشمن مسلمانی، دشمن اسلامی، میرید با اسرائیل عادی سازی را میندازید. همون موقع آقا گفت، بعد معلوم شد بعد از طوفان الاقصی که حق هم با آقا بود. پس این عفت در کلام یه عرض عریضی داره. حالا من میخوام نمونه‌هایش رو عرض کنم برای خود ما میخوایم واقعا عفت در کلام داشته باشیم. باید چه کار بکنیم؟ قوانین کلیش، حالا مصداقاش دیگه فرق داره. قرآن میگه که اگه کسی بخواد عفت در کلام داشته باشه، اندازه کلام و صوتش هم، صوتی که تبدیل به کلام میشود، باید اندازه هم نگه داره. وقزز من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. خب اندازه باید. خدا شأنش بالاتر از اینه که بخواد یه
چارپایی رو خودش خلق کرده بعد بخواد تمسخرش بکنه؟ نه، این نیست، مثال هست. اولا صداش خیلی بلنده و این باعث انکر الاصوات، بدترین صداها صدای درازگوش، چون بی موقع، بی اندازه، بی هدف شروع میکنه به فریاد زدن. پس اندازه رو باید نگه داشت. یا مثلا دارد که لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. به اول اسلام اینا اینقدر سطح فهم و شعورشون پایین بود، اصلا پیغمبر اینا رو از یک عالم دیگری به عالم دیگری واقعا، که اینا حتی در زدن هم بلد نبودن. در زدن عادی، آیه نازل شد زنگ بزنید، در بزنید. وقتی میخواید بیایید خونه پیغمبر حتما در بزنید، بدون اذن وارد نشید. وقتی پیغمبر رو با اسم کوچیک صدا میزدن، با اسم صدا نزنید، رسول الله بگید. صداتون رو سر پیغمبر داد میزدن، میوردن بالا. عفت در کلام نداره. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت نبی. یا مثلا در حدیث داریم نسبت به والدین، لا ترفع صوتک فوق اصواتهما. شما نکنی یه وقتی صوتت رو بالای صوت پدر و مادر بری. جوانای عزیز، اگر کسی فیزیک پدر و مادرش اینه که اونا آرام حرف میزنن، شما جوانی تون صداتم بالاست، این خلاف عفت در کلام نداره. کسی که صوتش رو بالای صوت اونها ببره باید آرام. مگر ای که طرف مشکل شنوایی داره، برای استثناءات این چنینی. یعنی اینقدر ادب میخواد. عفت تازه این در فقط گفتارش هست، نگاه هم همینطوریست که در رفتار نمونهاش بروز و ظهور پیدا میکنه. حدیث داریم اگه کسی خشمگین نگاه والدینش کنه، خدا با صورت اون تو آتش میندازه. هیچ وقت روی خوبی رو نمیبینه. کسی با نگاه خشم آلود نگاه به والدینش بکنه. این همینه دیگه. میگه اندازه صوتت رو نگه دار. حالا استثناءات داره این صوتی که باید آرام صحبت بکنی. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. حالا کسی که آرام سخن میگه، بعضی از آرام سخن ها که واجب است، مثل پیغمبر، مثل یک بزرگ، مثل والدین، نه جای خودشه، اما همین حرف عادی هم. حالا کسی بهش ظلم شد، اینجا رو استثناء کرد. آقا چیکار کنید؟ رفته اونجا باید فریاد بلند بکنه. تا بگه در محضر امیرالمومنین فریاد بلند میکردن، دادخواهی میکردن دیگه. اونجا رو استثناء کردن. آقا وقتی اسرائیل داره ظلم میکنه به مردم فلسطین و غزه، خب اینا باید صداشون رو بلند کنن. بله، حالا بگه آقا ما چیزی نگیم، آرام نه، صداشون رو بلند کنن، مردم دنیا بشنون، پی ببرن به مظلومیت این. دقیقاً هم. به هزار. اجازه بدین ما یه فاصله اگه سلام میدونین بگیریم و برگردیم و بعد بهره مند بشیم. بفرمایید. خواهش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عفت در کلام، نمونه هاش رو با توجه به آیات قرآن دارن میفرمایند و استفاده میکنن. بفرمایید. بس عفت در کلام رو گفتیم که یکیش خود اندازه صوت هست که مثالای زده شد، یکیش هم کیفیت القاست. یعنی شما یه طوری سخن بگی که بتونی منظورت رو بفهمانی به طرف. یا ای که اونی که در قلبش مرض هست طمع در تو پیدا نکنه، که مثلا نمونهش در مقایسه با نامحرم است. اینکه آقا رسول الله میفرماد فیطمع الذی فی قلبه مرض، طوری حرف بزنید که گزک دست دیگران ندید. یا اونی که در قلبش مرض هست روی شما طمع پیدا نکنه. دیدی گاهی میگن که آقا چی تو ما دیدی که اینطوری با ما حرف میزنی؟ این خودش زود فهمید که او یک چیزی دیده که در او طمع پیدا کرده که این حرفش اثر بگذاره. این کیفیت القا خیلی باید مواظب باشیم. چرا برای محرم و نامحرم قانون گذاشته؟ هم شرع و هم عقل قانون گذاشته. بعضی از این قوانینه، لذا میگن که آقا شوخی با نامحرم ممنوعه. چرا؟ چون زمینه‌ای هست برای انحرافات بعدی. حساب کتاب داشته باشید انجام دادنش، یعنی هر شوخی رو نگه. چرا میگن اشوه‌گری ممنوع هست؟
برای همینی که ممکنه کسی قلبش مرض داشته باشه. شما نمیتونی بگی که ما نسبت به کسی که مرض داره قلبش مریضه ما مسئول نیستیم. چطور در مقابل دیوانه مسئولی؟ شما وقتی یک دیوانه تو کوچه هست حواست هست، میگه الان یهو میپره با آدم، الان یه چیزی پرتاب میکنه، یه چیزی میگه، احتیاط میکنی. نمیتونی بگی من چه کار دارم با تو. برای کسی که گواهی نامه نداره، دیوانه است، بعد رانندگی میکنه در اتوبان، شما نمیتونی بگی من که مسئول کارهای اون نیستم، راه خودمو میرم، میام خودت غلطی بکنی. غلطش اینه که میذاره بده ولا وردت میکنه لابد. عقل رو میگه دیگه. اشفگری من دوش همینه. از این مثال ها نمیخوام بگم اصلا، ولی نزدیک به اصلا رعایت نمیشه متاسفانه این روزا تو جامعه. بازم تو جامعه که نگاه میکنیم، حتی تو اداره جا، تو فروشگاه ها، تو بازار، این ور اون ور که اختلاط بین آقایون و خانم ها هست، رعایت این چیزها برای مخصوصا جوانای امروزی یه جورایی دیگه، حالا یه واژه‌ای به کار میبرم برای کسایی که اینا رو رعایت میکنن، من اون رو نمیخوام بگم، خیلی جای تأسف داره به نظرم. نمیدونم باید چی کار کرد. یعنی باید ملتزم شد به قوانینش. یعنی مثلا خیلی از خانم ها متاسفانه اون رعایتی که باید بکنن تو لحنشون، تو اون بحث حالا اشوه‌گری که شما تعبیرش رو به کار بردین، یا آقایون تو شوخی کردن، تو راحت صحبت کردن، یه جوری با هم دیگه حرف میزنن زن و مرد. بعض وقتا تو صفحه تلویزیون هم با اینو تو بعضی از برنامه‌ها یا سریال ها میبینیم. بله، انگار همه به یک وحدت وجودی رسیدن که مرزی بین محرم و نامحرم نیست. بعد گفتنهاش هم بعضیا اصلا میگن شما فکرتون خرابه، ما که فکرمون خراب نیست، ما راحتیم. میگیم آقا اصلا به فکر خراب و راحت اولا کار داریم، ولی حالا کارم نداشتیم با دستور دین قرآن دیگه. آقا طرف آمده دزدی، شما نمیتونی بگی من مسئول دزدی شما نیستم. یه تدبیری میاندیشی که دزد نبره گوشی همراه شما رو، کیف شما رو. یعنی این به اصطلاح فکر ما، قلب ما، دین ما، ایمان ما، عفت ما، اینا ارزش به اندازه ارزش یه نگهداری یه تلفن همراه نداره، به اندازه نگه داشتن یه کیف پول ما نداره که تدبیری بیاندیشیم اونی که به تعبیر آقا رسول الله در قلبش مرض هست نیاد. خب اینا چیزهایی است که دین به ما عقل همین رو میگه. بعضی میگن مثلا الان دیگه عادی شده اونجور فکر مثلا ناجوری پشت این مدل حرف زدن یا این شوخی کردن نمیاد. من میخوام یه چیزی بگم. من مثلا میخوام بگم آیا امیرالمومنینی که مثلا به زنهای جوان سلام نمیکردن الان بودن دیگه میگفتن نه الان دیگه نمیدونم اینجوری که این آقایون میگن اینجوریه؟ آره خب اینا میخوان صورت مسئله رو پاک بکنن. اگر همه چیز عادی شده خب باید بدهکاری، ناهنجاری ها، جرم ها، همه اینا بیاد پایین دیگه. پس چرا بدتر شده؟ راست از معلول پی به علت. بله کاملا معلوم. یکم عفت در رفتار هست. یعنی اگر کسی مغزش رو، قلبش رو درست کرد، حقیقتا در کلامش هویدا میشه و در رفتارش هم هویدا میشه. یه رفتار عفیف گونه ای دارد. حالا یکیش مثلا در رفتارها من نگاه های آلوده. من دوست دارم اینجا یه قصه مختصری رو عرض بکنم. یک کتابی هست به اسم درگذر لوطیان. کتاب قشنگی شد 2 دهه قبل من خریده بودم. خاطرات داشت‌های تهران رو نوشته. یکی از اون خاطراتش اینه که 2 تا آقا بودن، آقا محمد علی و آقا محمد صادق. اینا هر دو زورخانه داشتن، هر دو هم نوچه داشتن و خلاصه مریدای خاص خودشون رو داشتن. حالا اونجا خیلی حکایت جالبی نوشته. یکیش اینه که تابستون ها مردم مقید بودن بچه هاشون رو میگذاشتن سر یک حرفه‌ای، کاری، ورزشی، چیزی. حتما تقید به این امر وجود داشت. یه خانوادی هم بچهش رو آورده بود تو زورخانه سپرده بود. بعد از یه مدتی دیدن دم غروبی شد و یه آقا و خانم بودن که آقا بچه ما نیومده خونه، زورخانه تعطیل شده ولی الان 1 ساعت گذشته نیومد. اون آقا حالا میاد دیگه. رفتن جایی مثلا بچه‌ها مغازه چیزی موندن. میگه 2 ساعت بعد آمدن سراغ همین آقا محمد صادق، گفتن که آقا بچه ما نیومده. خلاصه تا 12 شب نگران کجا حالا باید برن بگردن. بعد تو این گفتگوها پدر و مادر گفتن آقا بچه ما نوجوانه، اصلا تو میدونی؟ میگه اسمشو میدونم. بعد اون آقای لوطی میگه که قسم میخوره که از روزی که این بچه شما آمده من نگاه به صورتش هم نکردم. تمرین انجام دادن،
یعنی چی نگاه به صورت جمعی؟ تازه اینا لوطیاشون بودن. آره میگه چرا؟ میگه خب کراهت داره نوجوانی که محاسن نداره نگاه بکنه. تازه خاطرات لوطی هاست، نه خاطرات عارفان و اولیاء الهی. این که نگاه آلوده تیری از تیرهای شیطان، از سهمون من سهام ابلیس. خب یه خبری هست، یکی گفت ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنان بر دیده تا دل گردد آزاد. یه رابطه ای وجود داره، یه تمنایی میخواست با دیدن. این که در نگاه ها گفتن اینقدر این مسئله نگاه مهم هست که میگن مثلا خیلی خیره نگاه نکنی. این که بابا طاهر اوریان میگه ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. خب رابطه برقرار است بین دیدنها و تمنای در دل. چرا فرمودن این نگاه های آلوده سهمون من سهام ابلیس، تیری از تیرهای شیطان است، اونم زهرآلود. خب ضربش کاریست. ما گفتن آقا نگاهتون رو کنترل کنید، خلوت با نامحرم نداشته باشید. اینها بروز و ظهور عفت است در رفتار انسان. چرا لباس شهرت ممنوع و حرام است؟ شاید اینا محصور به یه زمان خاصی نمیشه. یعنی مثلا اینجوری نیست که مال 1000 سال پیش باشه. آقا الان هم هست این موضوع. الان مبتلا به داره، مبتلا به فراوان هم داره. این همش جزء ممنوعات ما هست. آقا لباس شهرت نپوش. لباس شهرت یعنی چی؟ یعنی رفتی یه جای انگشت نما نشی. که معمولا هم افرادی که از یک کمبودهای رنج میبرن دست به چنین کارهای انجام میدن، میخوان اون کمبودهاشون رو جبران بکنن، یا ظاهر عجیب و غریبه خودشون درست لباس ریشه یابی که میکنن روانشناسای ما به این نکته اول میرسن که یک کمبودهایی داشتی در دورای بچگیش، نوجوانی یا حتی جوانی، که حالا بروز ظهورش این چنین پیدا میشه. غرضی که عفت در رفتار که باید بروز و ظهور پیدا بکنه، یه بخش اعظمش در بحث نگاه هست. انسان نگاهش رو کنترل بکنه. بعد در بحث نکته بعدیش نوع رفتارها و تعامل ما با دیگران هست. آدم دارای عفت میدونه با مردم چجوری برخورد میکنه. اونی که در یه ترافیک خیلی مختصری فوش میده، ناسزا میکنه، جسارت میکنه، خیلی معلومه انسان عفیفی نیست، یا انصاف رو رعایت نکردن در معاملات. این معلومه آدم عفیفی نیست. ما رفتیم به اصطلاح از این آلوژن ها برای منزل بگیریم، چند وقت پیش رفته بودیم گرفته بودیم، حالا برای حسینی می‌خواستیم بگیریم. یه جوانی بود، گفتیم آقا از همون چراغ ها ما می‌خوایم. 2 تا فاکتور گذاشت کنار من. وقتی داد گفتم چرا 2 تا فاکتور 10 تا مثلا؟ گفت چند تاش مال خرید قبله.